سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو من عزیز گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت هفتم بازی بولی رو با هم بریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. یادتون نره حتما چنل ما رو ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. خب میریم سراغ گیم پلی بازی. امیدوارم که خوشتون بیاد. بزن بریم که داشته باشیم. خب ببینم اینو چی میگه. خب باید اینو برگردونیم. خب اینو حالا باید برگردونیمش. So, this is how you treat a girl? Well, not me. What are you talking about? We had a date and you are 3 minutes late. No, we didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. 3 minutes. What does he think I am? A tramp? Ugh. I hope something important happened. Like he's dead. Because otherwise, there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has 4 thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliated me. So, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. دوستان عزیز، یه ماموریت این مدلی دوستانی حتما برامون تو کامنت ها بهمون بگید. آره دیگه، داستان از این قرار بود که ایشون قرار داشتن که نیومد و ما الان باید بریم که به جای ایشون و در واقع جایمون باید وقت رو پر کنیم. ایول اینو میزنیم و $1 بلیت گرفتیم. خب الان باید چند تا مسابقه بدیم و 10 تا بلیت جمع کنیم و 10 تا بلیت جمع کنیم و بنده بشیم. اوه تربوزت کلی از خونش کم شد. خب 100 تا هم بلیت بردیم. 100 تا 3 تا. خب یه دونه اینم میریم و همون ضربه اول طرف رو ناکوت میکنیم. ایبینه ما کار خودمون میکنیم. این دم امتیاز کم شد. شت طرف کل خونش میره. این ستاره رو من دوست دارم بزنم رویتون. اینو میزنیم و نایس شات. یه دبل شات بگیریم قشنگ.
حالا دوتا میخوام دیگه. چه نمیخوره بهش. صد 25 تا یه بلیت بردیم. ما یه دونه دیگه هم میخوایم. خب چقدر نایس. چقدر نایس. دوباره تیر میزنیم، دوباره تیر میزنیم، یه تیر دیگه هم میزنیم. 2 hours later. انرژی ها نیافته دیگه. این ستاره رو بزنم. این ستاره یس. ستاره رو زدم. ستاره رو هم زدم و باری کلا افتادم. خب دیالا قلقش اومده دستم. راحت تر میتونم بزنم. نصف تیرا رو میزنم خطا میره. خب یه آخری حساب نشد چون تایم رفته بود. یه آخری حساب نشد. 3 تا بلیت بردیم ماشاءالله. به خودم باریکلا. بس ما هم بالاخره موفقیم. Oh my god! ایول این مرحله هم رد کردیم و با موفقیت مرحله بعدی رو دیدیم. چیه؟ پنتی رید و یکی ریس د ویل. این دو ماموریت رو میدیم با موفقیت تیم میکنیم. دوستان عزیز انرژی ها نیفته. میبینید مسابقه رو بریم شرکت کنیم. اینجاست. اشتباه اومدم. وای من تکرانتر. شت یا اول فضیل دیگه رم کرده. الان میاد من میزنه تیکه میکنم. الان ما یکی از دلایلی که من ایشونو نمیزنم اینه که اگه من بزنمش پلیس میفته دنبال من. اون بزنه حالا مشکلی نیست. من بزنم پلیس منو میگیره. 11 شب هم میخوابیم. بهترین کار خوابیدنه. دوستان سعی کنید در زندگی خود همیشه بخوابید. خواب چیز خوبیه. ضرر نمیکنه. علل خصوص تو کلاس‌های آنلاین که به شدت من توصیه می‌کنم. وای به حال دگر گیرم بیافتی. همین. اوکی. خب خواب اونم که کردیم. ماموریت بعدیمونم میریم. شما گم شو برو اونور. ایوی نداره. چی میشه گفت؟ بعد از مدت‌ها برگشتیم مدرسه و روزهایی بود که کلاس‌ها رو می‌پیچوندیم و دهن مدرسه رو صاف می‌کردیم و جون تو فقط بوده بلم جان تو فقط بوده. Why are you gay? You are gay. خب زنگ خورد. خدای سرم من که نمیرم. چی بود؟ کلاس چی بود؟ شیمیستری. بعد حالا میرم دیگه. خب بریس د ویل همینو میریم ببینیم چی میگه. دوست عزیزمون پیت. Where is everybody? Oh, Jimmy, it's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary'll get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own and I'm too cool to be a dork and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own.
Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale, by shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. یه مسابقه دوچرخه است و دوست ما بهمون گفت که باید بریم دوچرخه سواری کنیم و دیگه سوار بر دوچرخه میشیم و میریم. الان زنگ کلاس ما داریم فرار میکنیم از کلاس. باریکالله. ایول پیش میریم همینجوری و با حالت خسته میریم. سلام بکس، سالتون چطوره؟ We'll show you how gentlemen behave themselves. They've got nothing on us. خب 3 2 1 بریم. مسابقه شروع شد و الان تخت گاز به پیش میریم. دو دستی مجبورم مسابقه بدم چون مسابقه واقعا حساس شده. یه دستم به کیبورد، دو دستم به کیبورد. خیلی اوضاع خیته. الان دو دستم به کیبورد از شدت حساسیت ممکنه جلو دکمه‌های کیبورد بترکه. ثانیه ازشون دور افتادیم. چرا اینطوری میگرد؟ خودش چی بود؟ کلاس دیر کردن اینقدر خشونت نداره دیگه. آخه این لولاز خدایی کلاس دیگه من بیفتم تو که واسه میکنه دیگه. خب الان دوباره برگشتیم به همون نقطه و داریم میبریم. باریکالله. یه چیزی به خط پایان نمونده و دوستانم بله اول شدیم و یه شادی هم اونجا دوستمون میکنه. دستش هم داریم. Come by and see me anytime. I'll have your trophy. بله جایزه ما هم داره و 15 دلار هم صاحب شد. دستت درد نکنه جناب آقای مشاهده فروش. ماموریت بعدی ما هم بیچ رامبل. Yeah, you want to get a C785. Then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey. You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it, come on. Nice trophy. Here, let me see. Oh shit. Hey, give me that back. تروفی ما رو دزدیدن. جایزه ما رو دزدیدن و الان می‌خوایم بریم دهنشون سرویس کنیم. چطور جرئت میکنن که جایزه ما رو بدزدن؟ ما از این چیزا برمی‌داریم و دهانشون رو سرویس میکنیم. لعنت بر توی ملعون کسافت.
جایزه ما رو برمیداری؟ شرمت باد. قشنگ دهنتون سرویس. نه اصلا داریم رفیقمون رو میزنیم. خب تو چی میگی ان آقا؟ جفت چی میگی تو؟ جفتم چی میگی تو یعنی چی؟ بیا اینجا بگو جفت ان آقا. اومد چلو گفتم درست صحبت کن. ان آقا چیه؟ این لگدم میزنیمش. تو چی میگی؟ تو خود دلت کتک میخواد؟ این داداشمونم بیشتر از این کمک کنه تو دست پایا. این جام ما تو دستشه. ایول جامونو پس گرفتیم و ایول که تخمار گرفته دستش اسم بس شاخ کاری به کارش نریم. میریم داخل مغازه و لباس میگیریم. Hello. You know you should try the new Aquaberry vest. Very popular with the better classes. خب الان کفشمون رو عوض میکنیم. یه خورده مدل میگیریم. یه خورده باید هزینه کنیم. از امروز همه هزینه ها فقط برای تو میشه. ایوه. You'll be the talk of the town with your new garments. Goodbye. خب I can never do it. You're going. خیلی هزینه کردیم. Yeah, boy. That's it. ماموریت آخرمونم میریم و این پارت رو جمع میکنیم. خب ایوه. Tad's house. I'm sorry. Oh, Russell. Who's dumb now? I'm dumb. Real dumb. Hey, kid, help me out, please. Easy, Russell. Calm down. Sit. Good boy. Thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No, be good. Not you, Einstein, not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If you wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. الان قراره بریم دهن تد رو سرویس کنیم. دوچرخه از این برمیداریم داره دوچرخه دیگه. چیه دوچرخه؟ این برای هست. بریم دنبال جناب آقای راسل و که دهن تد رو سرویس کنیم. از راسل جلو میزنیم همونطور که تو مسابقه دوچرخه سواری نشون دادیم که یه طولایی تو دوچرخه سواری بریم. آره دیگه. خب الان میرسیم خونه تد. قرار خونهش رو تخمار بارون کنیم. تخمار رو تو دستمون باشه. در خونه رو باز میکنیم. خب تخمار رو بندازید توی یه دونه تخمار رو بندازید تو هر پنجره‌ای که بازه. اوکی چشم. میزنیم یه دونه خیلی نشد. You look a little shell-shocked. No, mother's favorite maple pork. I know you're out there. داداشم راسل هم میزنه دهن اینو سرویس میکنه. از این برای پر شیریزی هم بکنیم و دو تا پنجره مورد عنایت قرار بدیم. Who threw that egg? We'll find you yet. Dear God, it's all over the wall. الان اونجا بود که. You're not going to get away with this. حالا اینجا هم یه دونه میندازیم. Oh, yuck, it's all over the couch. I know you're out there. You, get out there and find him. Who threw that egg? Hey guys, I found him. I know you're out there. Russell, یه دونه راسل جیبی داشته باشه خوبه. دقیقا قشنگ دهن اینا رو سرویس میکنم. I don't care, find him.
شاید چه مشتایی میزنم. باشی بزرگه رو بزن ماشین. شت اوضاع واقعا خطریه. اینا رو میذارم سرویس میکنم. ایوه از این حیات هم بریم بیرون. اوکی این ماموریت هم با موفقیت انجام. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. قربان شما، خداحافظ.